به نام خدا، سلام و وقت بخیر خدمت شما. ویدئوی اول از سطح 4 کتاب سیا یا کتاب بی دوم رو شروع میکنیم و قبل از اینکه درس رو شروع کنم یه توضیحات خیلی مختصری در مورد این بخشم بدم که ساختار درس ها دقیقاً مثل کتاب شانگ هست و ما توی هر درسی قسمت ریشن داریم، قسمت 3 مکالمه داریم، 2 متن، نکات دستوری و قسمت تمرینات و نهایتاً نکته فرهنگی آخر درس. و شیوه مطالعه هم که دقیقاً مثل همون چیزی هست که توی کتاب شان توضیح دادم. روش مطالعه دقیقاً همون هست و اون روش تمرینی هم که برای قسمت مکالمات و متن ها گفتم اون رو هم توی این قسمت هم میتونید انجام بدید و حتما حالا اگه توی قسمت قبل انجام ندادید میتونید حالا از اینجا شروع کنید و تأثیر خیلی خیلی زیادی میذاره هم روی فهم مطالب هم روی مهارت‌های زبانیتون. خب درس رو شروع میکنیم که درس 11 میشه. تیتر درس رو میخونم. دو شو هاو، دو هاو شو، هاو دو شو. همونطور که میبینید اینجا ما 3 کلمه داریم، کلمه دو، کلمه شو و کلمه هاو که اینها رو جایگزین کردیم و 3 جمله به دست اومده که هر 3 معانیش متفاوته. و این 2 قسمتی که من هایلایت کردم، قسمت دو که معنای خواندن میده، فعل هست و یه نکته در مورد این کلمه دو که مثلا ما برای اینکه بگیم یه نفر داره مثلا لیسانس میخونه، دکترا میخونه، ما تو فارسی میگیم میخونه، دقیقاً این دو هم برای توی چینی هم اینطوری به کار میره. حالا این رو داشته باشید، اگر توی این سطح یا سطح‌های بعدی بهش برسیم در موردش صحبت میکنیم. و این کلمه خواهم که این قسمت اومده، حالا اینجا نویسنش رو بد تایپ شده ولی این ها آهنگ 3 نیست، آهنگ 4 داره و حالت فعلی هست، به معنای دوست داشتن هست. جمله اول میگه دو شو ها، یعنی کتاب خوندن خوبه. جمله دوم میگه دو هاو شو، یعنی کتاب خوب بخونید. هاو شو میشه کتاب خوب، کتاب خوب بخونید. و جمله سوم میگه ها دو شو، یعنی دوست داشتن کتاب خواندن، یا میتونیم بگیم کسی که دوست داره کتاب بخونه، معناش اینطوری هست. میام سراغ قسمت رشن و توی این بخش کلماتی که اینجا داریم، البته این کلمات توی متن هم هست، حالا یه مرور کوتاهی هم داریم. قسمت اول کلمه کتین، کتین به معنای سالن یا سالن پذیرایی هست، تصویر دی. کلمه دوم تای، یه فعل به معنای حدس زدن، اینجا تصویر سی که داره میگه مثلا حدس بزن کی هستم. کلمه سوم فوزا، کلمه فوزا تصویر ای به معنای پیچیده هست، یعنی یک مشکل پیچیده یا یک کار پیچیده، صفت هست. کلمه چهارم یو دو که همون دو یا یو دو هر دو هم به معنای خواندن هست، حالت اسم، هم فعل هست یعنی خواندن. کلمه بعدی زاجر، زاجر، کلمه زاجر ببینید این زا با این زا هم یکسان هست ولی خب معانیش متفاوته. کلمه زاجر تصویر A هست به معنای مجله و کلمه آخر بیجی که هم معنای نوت میده، هم یعنی یادداشت، هم یادداشت برداری کردن یا نوشتن یا یادداشت کردن. میایم سراغ قسمت دوم. اینجا توی جمله‌ای که برای ما آورد نوشته که این جملات رو بخونید و ببینید چه نکته مشترکی دارن. این جملاتی که اینجا هستن همگی جملاتی هستن که دارن به یک نفر دارن میگن که یک کاری رو بکنه، یعنی جملات امری هستن ولی با روش‌های مختلف. حالا بررسی که بکنیم، حالا امری یا مثلا نهی هستن،
دارن به یکی میگن یه کاری رو انجام بدیم یا یه کاری رو انجام ندیم، حالا به شکل‌های مختلف، و اینها رو برای ما آورده. قسمت اول بیه جاوزی یعنی نگران نباش، بیه برای نهیه، و در ادامه میگه ماکه جن کایجه چه. کلمه کایچه یعنی رانندگی کردن، کایجه چه یعنی در حال رانندگی. میگه مارک دقیقاً الان در حال رانندگیه، تا ماشین جیودا اون فوراً میرسه. پس اینجا میخواست روش نهی کردن رو بگی. وقتی میخوایم به یکی بگیم یه کاری رو نکنه، از بویا هم میتونیم استفاده کنیم. قسمت دوم 小朋友我们一起数数字. کلمه شو با آهنگ سه و اینجا کلمه شوز. شوز یعنی عدد و این فعل کلمه شو یعنی شمردن. میگه بیا با هم بشماریم. ببینید این یه روشی هست که وقتی میخوایم مثلا از یه نفر یا چند نفر بخوایم که یه کاری رو انجام بدیم، اومه میاریم، جمله‌مون رو میگیم، آخرش هم میتونیم با اضافه کنیم. اومه ایچی شو شوز یعنی بیایم با هم دیگه اعداد رو بشماریم. اعداد رو بشماریم، مثلا 1 2 3 4 اون یاد بگیرن. و در ادامه چی میگه؟ میگه شو شو شو. این فعل رو 2 بار تکرار کرده، همون معنا رو میده. اینجا وقتی میگه شو یعنی یاد بگیریم. چی رو یاد بگیریم؟ شو شو یعنی شو 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 یعنی بیاین با هم دیگه اعداد رو بشماریم و شمردن رو یاد بگیریم. قسمت سوم 他要求自己每一次都得把行字写得特别好看. توی این جمله از با استفاده کرده و داره میگه چی؟ میگه 他要求自己. 要求یعنی درخواست کردن یا از کسی چیزی رو انتظار داشتن. 要求自己یعنی از خودش این رو میخواد، از خودش انتظار داره، از خودش طلب میکنه. اون از خودش این چیز رو میخواد که انتظار داره که میز دو یعنی هر دفعه یا همیشه، دی باید با هنزی شیده تبیه خاکن. تبیه خاکن یعنی فوق‌العاده زیبا. میگه نویسه های چینی رو باید فوق‌العاده زیبا بنویسه. قسمت چهارم دنی جان گاولا. کلمه جان به معنای رشد کردن، بزرگ شدن. گاو هم یعنی بلند، منظورش قده. از این کلمه جان گاو یعنی قد بلند شدن. میگه صبر کن قدت بلند بشه. دوباره ببینید اینجا داره یه چیزی رو امر میکنه. میگه دنی یعنی صبر کن. و حالا صبر کن چی؟ اون کلمه که بعدش آورده. 猪条牛仔裤穿起来就不长了. میگه این نیوزای کو یعنی شلوار جین، تیا حرف تعریفشه، این شلوار جینه چوان چیلای یعنی وقتی که بپوشی، وقتی که شروع کنی به پوشیدنش. کی؟ وقتی که قدت بلند میشه. کلا دقت کنید کلمه چیلای وقتی بعد از افعال میاد چندین معنا میتونه داشته باشه. حالت اول داره یه حرکت رو به بالا رو نشون میده. مثلا میگیم چی؟ جن چیلای یعنی بلند شدن، از جا بلند شدن. یه وقت بعد از یه سری کلمات میاد داره قضاوت رو میرسونه، داره یک ارزیابی رو میرسونه، حالا جملهش رو کم پیش میاد. بعضی وقتا بعد از کلماتی مثل کن میاد، کن تیلای یعنی به نظر رسیدن. گاهی یه سری معانی ضمنی داره، مثلا میگیم بن تیلای شو تیلای. اینجا ما نمیتونیم خیلی تو ترجمه‌مون بیاریم، معنای اضافی داره به جمله میده که اینو باید درکش کنیم، نمیشه ترجمهش کرد. گاهی بعد از افعال میاد که شروع یه چیزی رو نشون بده، مثل اینجا مثلا میگه وقتی که شروع کنی به پوشیدنش، اون موقعی که قدت بلند میشه یعنی یه چیزی شروع بشه. یا مثلا میگیم که سیاو چیلای یعنی شروع کرد به خندیدن. گاهی تکمیل یه کاری رو نشون میده، یعنی یه کاری کامل شده، کامل انجام شده. و حالا یه سری نکات دیگه هم داره که هر جا بود اینو بیایم بررسی میکنیم. میگه زیو بو چانلا دیگه چیز نیست، دیگه بلند نیست. و جمله پنجم نیبان و با. ببینید جمله با است، داره با استفاده از این جمله با داره دستور میده به یکی. میگه کمک هم کن، به من کمک کن. حالا با جمله با میاد اون
صحبتش رو میگه. اول مفعول رو میاره بعد فعل رو. میگه ناگا می بردا بیز. خب اینجا ببینید دوباره کلمه با تکرار شده، ارخوا گرفته شده بار. با یا بر هر دو یکیه. این حالت لهجه ارخوا هست. معنای دسته میده. دسته یه چیزی، هر چیزی، هر وسیله‌ای. مثلا میگیم بردا بیز. بیز میشه لیوان. حالا بردا بیز یعنی دسته لیوان. اینجا میگه می بردا بیز یعنی لیوان بدون دسته. میگه اون لیوان بدون دسته رو چیکار کن؟ نه گلای. نه یعنی بردار، گلای هم یعنی بیا اینجا. نه گلای، بردار بیا اینجا. به من کمک کن اون لیوان بدون دسته رو بردار بیا اینجا. میام سراغ قسمت کوون بخش اول. 马可介绍自己学习韩语的方法. یعنی مارک میخواد روش مطالعه زبان چینی خودش رو معرفی بکنه. مکالمه بین داوی و ماکو هست. 你来中国才一年. خب این جمله چی میگه؟ میگه تو اومدی چین才一年، تازه 1 سال. این قسمت رو من هایلایت کردم. کلمه цай که قبل از اینین اومده معنای تازه میده. میگه تو تازه 1 سال اومدی چین. 你来中国才一年. تو اومدی چین تازه 1 ساله. تازه 1 ساله اومدی چین. وقتی که کلمه цай قبل از یه همچین تایمی یا عددی میاد داره کم بودن اون رو نشون میده. و این رو ما مثلا اینجا 1 سال داره کم تلقی میشه. ما اینجا اصلا کاری نداریم که عدد 1 باشه، 100 باشه، 5 سال باشه، 5 دقیقه باشه. اون تعیین نمیکنه. کلیت موضوع تعیین میکنه. مثلا توی این داستان الان که اینجا میخواد یه نکته رو بگه، 1 سال تایم کمی بوده از نظرش. 你来中国才一年. میگه تو تازه 1 سال اومدی چین. 韩语解说的这么流利，真厉害。韩语解说的，韩语说的یا 韩语解说的 هر دو به معنای چینی حرف زدنه. فقط فرقش اینه که اینجا این دیو داره تاکید رو میذاره روی شودا یا صحبت کردن. از لحاظ ترجمه‌ای و معنایی یکیه. این فقط با تاکید بیشتر داره میگه چینی حرف زدنت جمع اینقدر چیه؟ لیولی. کلمه لیولی کلمه جدید ما هست. لیولی یعنی روون. وقتی میخوایم بگیم مثلا یه نفر زبان یاد گرفته، خوب یاد گرفته، روونه، قشنگ روون داره حرف میزنه، از لیولی استفاده میکنیم. 韩语解说的这么流利. میگه چینی حرف زدنت خیلی روونه. ببینید اینجا از دا استفاده کرده. شودا. ما گفتیم تو سطح دوم دا وقتی میاریم اینجا حالت رو میخوایم بگیم. حالت حرف زدنش چطوره؟ روونه. و بعد میگه جن لی های. کلمه لی های اینجا که آورده این میتونه چند تا معنا داشته باشه توی حالا متن‌های متفاوت. اینجا معنای فوق‌العاده میده. وقتی میگیم جن لی های میگه واقعا فوق‌العاده است. واقعا فوق‌العاده است که هنوز تازه 1 سال اومدی چین و چینی حرف زدنت انقدر خوبه. ماکا میگه سیسیه، ممنونم. 其实我的语法不太好. کلمه 语法 معنای چی میده؟ معنای دستور زبان یا گرامر میده. که دستور زبان بهتره بگیم گرامر کلمه انگلیسیه. 语法 دستور زبان. دقت کنید اگر این کلمه رو من بیارم اینجا، این یو رو بذارم این طرف، میشه فایو یعنی زبان فرانسوی. از اینا رو حتما دقت کنید قاطی نکنید. فایو زبان فرانسه، یوفا دستور زبان. میگه در واقع چیشه، در واقع ودا یوفا دستور زبان من بوتایها خیلی خوب نیست. هندو جوز شودا دو بوتای جونچه. کلمه جونچه یه صفته یعنی دقیق یا صحیح. دقیق یا صحیح. خیلی از جملاتی که شودا صحبت میکنم
خیلی از جملاتی که میگم دو همشون بوتای جونجوه، همشون خیلی دقیق نیستن. منظورش اینه که از لحاظ دستوری مثلا جملاتش مشکل داره. حالا قسمت بعدی داوی 但是我看你跟中国人交流没什么问题 میگه اما من، اینجا نمیگه وکن من دیدم، بلکه منظورش اینه که به نظر من، وکن یعنی من میبینم یا از نظر من اینطوری دارم میبینم، من اینطوری دارم فکر میکنم. ما میتونیم این رو بگیم از نظر من، اما از نظر من نیگن جونگورن زیالیو. خب اینجا ببینید میگه تو با چینی ها، زیالیو فعل یعنی ارتباط برقرار کردن، میگه ارتباط برقرار کردن تو با چینی ها میشه موونتی هیچ مشکلی نداره، یا میتونیم بگیم تو بدون مشکل با چینی ها ارتباط برقرار میکنی. نیشه زمازو دادا، نیشه این شیدا داره روی حالت تاکید میکنه زما چطوری، تو چطوری. خب اینجا کلمه زو انجام دادن، کلمه دا یعنی رسیدن، حالا انجام دادن و رسیدن یعنی کاری رو به انجام رساندن. نیشه زمازو دادا یعنی تو چطوری اینو به انجام رسوندی، یعنی چطوری تونستی زبان رو خوب یاد بگیری. حالا ماکا در جواب میگه 平时多交一些中国朋友 در زمانهای عادی، که اینجا البته وقتی میگه دو یعنی در بیشتر این زمانها، 交一些中国朋友 زیا پانیو میدونیم یه کتاب قبل یاد گرفتیم یعنی دوست شدن یا دوست پیدا کردن. میگه یه سری دوستای چینی پیدا کردم. 经常和他们聊天 اغلب با اونها چیکار کردم؟ لیاتیر، لیاتین یا لیاتیر یعنی گفتگو کردن، چت کردن، صحبت کردن. 听说能力自然就能得到很大的提高。听说能力 کلمه تین یعنی شنیدن، شو صحبت کردن، ننلی هم یعنی توانایی یا مهارت. 听说能力یعنی مهارت شنیدن و حرف زدن هم، زیرن به طور طبیعی، جونن ددا تونست دریافت کنه، ددا یعنی کسب کردن، دریافت کردن. چی دریافت کنه؟ خندادا تیگا، تیگا یعنی افزایش، هندادا تیگا یک افزایش بسیار زیاد. پس میگه مهارت صحبت کردن و شنیدن هم به طور طبیعی تونست یک افزایش سطح زیادی به دست بیاره. لین وای علاوه بر این، و جنینی، جنی یعنی من توصیه میکنم، من به تو توصیه میکنم، جنچی کن جون باجر که استمرار داشته باشی روی خوندن جون باجر، روزنامه های چینی. باجر یعنی روزنامه، جون باجر روزنامه چینی، کن باجر مثل کنشو، کنشو کتاب خوندن، کن باجر روزنامه خوندن. 这样能学到很多新词语 میگه اینطوری میتونی 学到 学到یعنی یاد بگیری، 学 یاد گرفتن، دا رسیدن، متمم شه. تعداد زیادی سین سیو، سین جدید، کلمه سیو یا خود کلمه سی یعنی کلمه، یعنی واژه، سیو. حالا مثلا سی رو ما خودمونم داریم، میگیم کلمه، واژه، واژگان، لغت، کلمات زیادی به کار میبریم. اینم هم سی معنای کلمه میده. حالا سی رو مثلا شما میتونید بگید واژه، واژه جدید. میگه اینطوری میتونی واژه‌های جدید زیادی رو یاد بگیری. حالا قسمت بعد، نی تای لی هایلا، دوباره اون لی های رو اینجا آورده، تو فوق‌العاده‌ای. لین جونون باوزی دو کن دادون، کلمه لین اینجا ابتدای جمله حرف اضافه هست، معنی حتی میده. حتی جونون باوزی
دو کندادون میگه حتی روزنامه های چینی رو همشو کندادون میتونی بخونی. کندادون یعنی میتونی بخونی و بفهمی. قسمت بعدی ماکو گان کایش کندن یو کنن میگه وقتی که شروع کنی گان کایش این تازه که شروع کنی کندین قطعا بدون شک یو کنن سختی وجود داره مشکل وجود داره بگو یودا بورنشیده تسیو اما یودا یعنی برخورد کردن بورنشیده تسیو یعنی اون واژه هایی که بورنشی نمیشناسی بورنشیده تسیو نمیشناسی اما وقتی که برخورد میکنی به واژه هایی که نمیشناسی یا موقع برخورد به واژه هایی که نمیشناسی نیکایی چات سیدین یعنی دیکشنری یا فرهنگ لغت و چا هم یعنی جستجو کردن چات سیدین یعنی داخل این فرهنگ لغت جستجو کردن تو میتونی بری داخل اون فرهنگ لغت دیکشنری بری اون کلمه رو پیدا کنی جنگ ها سیزای بنزشان بعدش کلمه بنز میشه دفتر زای بنزشان در داخل دفتر چیکار کنی سیه بنویسیش یعنی اون لغت ها رو یو کور زیو ناچولای فوسی سیا کلمه کور کن معنی خالی میده کور ارخوا گرفته که ما هم میتونیم بگیم یو کور ها یا به صورت تکی بگیم یو کور یعنی در زمانهای اوقات فراغت زمانهای خالی زمانهایی که کاری نداریم توی اون اوقات فراغت زیو ناچولای میتونی چیکار کنی ناچولای یعنی بیاریش بیرون چی رو بیاری این دفترچه نه یعنی گرفتن چولای یعنی بیرون آوردن نه چولای منظورش اینه که مثلا دفتر تو از تو کیفت از تو مثلا کمدت میاری بیرون چیکار میکنی فوسی سیا فوسی مرور میکنی ایسیا هم داره کوتاه بودن این کار رو نشون میده یه مرور مختصری میکنی و نهایتاً ممندا یعنی آروم آروم زیوخوه فاسین متوجه خواهی شد که جونون باجی یه می نماننلا که جونون باجی که روزنامه های چینی هم می نماننلا اونقدر هم سخت نیست این لا رو داره برای تغییر میگه این تغییری که اتفاق میفته میایم سراغ قسمت دوم مکالمه دوممون سیاسیا و سیایو لیا کاوشی的情况این دو نفر دارن در مورد شرایط امتحان با هم صحبت میکنن کاوشی结束了یعنی تموم شد به پایان رسید امتحانات تموم شد你对自己的成绩满意吗 میگه آیا تو نسبت به زیدی در چنجی یعنی نمرات خودت زیدی در چنجی نمرات خودت آیا تو نسبت به نمرات خودت منی راضی هستی؟ شوجنده خب این کلش یه عبارته شوجنده یعنی راستشو که بگم بخوام راست بگم بخوام صادقانه بگم و بو تای منی من خیلی راضی نیستم 这次阅读考试的题太多了我没做完这次یعنی این دفعه یدو گفتیم که معنای خواندن یا هم فعل هم حالت اسمی حالا اینجا وقتی میگه یدو کاشی یعنی امتحان خواندن یدو کاشی دا تی یعنی سوال امتحانی میگه سوال امتحان خواندن سوالات امتحان خوندن این دفعه تای دولا خیلی زیاد بود و میزوون من همشو انجام ندادم تمومش نکردم اینجا xiao میاد سوال میکنه میگه 2个小时的时间2个小时 ساعت
的时间یعنی 2 ساعت زمان 应该 باید 来得及吧. خب ببینید اینجا کلمه 来得及ما یه 来得及داریم یه 来不及. 来得及یعنی زمان کافی وجود داشتن. 来不及یعنی زمان کافی وجود نداشتن. میگه 2 ساعت زمان باید چی باشه؟ کافی باشه. یعنی این 2 ساعت زمان باید زمانی باشه که این زمان وجود داشته، این کافی بوده. این که میگم کافی بوده این چیزیه که من دارم تو فارسی این رو ترجمه میکنم که اون شخص روبرویم بفهمه، وگرنه 来得及 یعنی زمان کافی وجود داشتن برای انجام کاری. 来不及 هم که برعکسش میشه. میگه این 2 ساعت زمان باید کافی بوده باشه و xiaoyu در جواب میگه 这次主要是因为我先做了比较难. این دفعه جویا یعنی اون دلیل عمده، اون چیز اصلی که باعث این اتفاق شده هست این وی به خاطر اینکه من اول سولا انجام دادم 比较难 比较复杂的题 من اول انجام دادم سوالاتی که نسبتاً سخت بود و نسبتاً چی بود؟ پیچیده بود. کلمه فوزا یعنی پیچیده. پس ببینید میگه 比较难 比较复杂的题 دو تا صفت براش به کار میبره. میگه اول اومدم سوالات نسبتاً سخت و نسبتاً پیچیده رو حل کردم یا انجام دادم. 结果花了太多时间 در نتیجه 花了 یعنی گذشت. این فعل برای 时间 花时间یعنی زمان گذشتن، زمان سپری شدن. میگه در نتیجه اینطوری شد که زمان زیادی سپری شد. 后面简单的题我虽然会可是时间来不及。后面 بعدش 简单的题 سوالات ساده و 虽然会 من با اینکه میتونستم یعنی میتونستم پاسخ بدم 可是 اما 时间来不及 زمان کافی نبود، زمان لازم رو نداشتم. 最后 نهایتاً 只好放弃了 کلمه 只好اینجا حالت قیدیه، وقتی به کار میبریم یعنی مجبور بودن یا چاره ای نداشتن، هیچ گزینه ای نداشتن. میگه در نتیجه چاره ای نداشتم جز این که فانگچیلا، جز این که رهاش کنم. فانگچی یعنی رها کردن، یه چیزی رو ترک کردن برای انجامش، دیگه انجام ندادنش. قسمت بعدی 其实我考的也不怎么样 در واقع 我考的 یعنی امتحانی که من دادم هم不怎么样 تعریفی نداشت. کلمه 不怎么样رو قبلا هم بهتون گفتم. مثلا یه نفر یه سوالی میپرسه میگه 你的身体怎么样 یعنی حالت چطوره، اوضاع جسمی چطوره. شما در جواب میتونید بگید 不怎么样یعنی تعریفی نداره، جالب نیست. پس اینجا میگه در واقع امتحان منم خیلی جالب نبود. یا تیگا تین کن تی بخوزو اینجا کلمه تین کن یعنی جای خالی رو پر کردن. اصولا برای فرم و امتحان و این چیزا به کار میره. تین کن حالا یه تی هم اضافه کرده میشه سوالات جای خالی. تین کن تی سوالات جای خالی. یو جیگا تین کن تی بخوزو میگه چند تا سوال جای خالی بود که نتونستم جواب بدم، یعنی بلد نبوده. یو جیگا شوانزا تی چند تا سوال چی بوده؟ شوانزا تی، شوانزا انتخاب کردن. شوانزا تی میشه سوالات چند گزینه‌ای که مثلا بعد از بین اون گزینه‌ها انتخاب کنه. 实在想不出来该选哪个 این کلمه 实在یعنی واقعاً، حقیقتاً.
سیان چولای سیان چولای یعنی سر در آوردن، یعنی یه چیزی رو در موردش فکر کنیم ازش سر در بیاریم بفهمیمش. میگه سیان بو چولای یعنی سر در نیاوردن، که گی باید سین نگ انتخاب بکنم. همین اصحایی میکنم این کلمه شوان هست، شما گفتم سین شوان نگ یعنی انتخاب بکنم نگ کدوم یکی رو. پس میگه حقیقتاً سر در نیاوردم که باید کدوم یکی رو انتخاب کنم. جو سوی بیان تایلا ایگا دان در نتیجه همین طوری همین جوری تایلا حدس زدم. کلمه تای فعل یعنی حدس زدن، حدس زدم. ایگا دان کلمه دان هم که معنای پاسخ میده، میگه یه پاسخی رو همینطوری حدس زدم. جگو ایگا دو می تایدوه میگه نتیجهش این شد که یه دونش هم درست حدس نزدم، یکیشو هم می تایدوه درست حدس نزدم. تایدوه یعنی حدس درست زدن، اینو میگه می تایدوه یعنی حدس درست نزدم. کلای یا سیان کاها کلای یعنی به نظر میرسه که، حالا میگه یا اینجا حالت شویا هست یعنی نیاز داری، میگه به نظر رسیده که نیاز داری که سیان کاها یعنی میخوای امتحانت رو خوب بدی. کاها یعنی امتحان رو خوب دادن، کامل دادن. حالا میخواد بیاد نصیحت کنه، میگه بودن یا رنجن فوسی یعنی نه تنها باید رنجن یعنی سخت کوشانه به صورت جدی چیکار کنی، فوسی مرور کنی، هایدی جوی کاشید فانفا همچنین باید توجه کنی به روش آزمون دادن. فوزا، خب این کلمه اینجا یه حرف ربطه، میخواد این دوتا جمله رو به هم بچسبونه. فوزا در غیر این صورت معناش این هست، در غیر این صورت یه جمله ای رو میگیم به عنوان جمله خبری، بعد میخوایم بگیم در غیر این صورت یعنی اگه اینطوری نباشه این نتیجه حاصل میشه. خوی زودتی یه میشی جن زولا میگه اینطوری خوی زودتی یعنی سوالاتی که میتونی پاسخ بدی، همچنین میشی جن زولا سوالاتی که میتونی پاسخ بدی هم میشی جن زمانی نداری که زولا پاسخ بدی، اتفاقی که برای خودش افتاده بود. میایم سراغ قسمت سوم، سیالی گاسو سیالین یه دوده هاچو. میگه این داره به این شخص در مورد فواید خوندن گاسو داره میگه بهش. خب میایم سراغ جمله اول، نیدا که تینلی زما داچو ششوا. نیدا کتینگ گفتیم سالن پذیرایی، نیدا کتینلی میگه در داخل سالن پذیرایی تو زما چرا، اینجا معنی چطور نمیده. داچو یعنی همه جا، همه ور، همه جا ششوا همه جا هست کتاب و ار هم که برای تعجب آورده، داره سوال میکنه، تعجب کرده که همه جا پر کتابه. جوسیه شو نیدو سیوان کما میگه آیا همه این کتاب ها رو تو دوست داری بخونی؟ و اینجا سیالی در جواب میگه دانیرم قطعاً امیتین دو یا کنشو من هر روز باید کتاب بخونم. وولون شی پوتونگ زاجی کلمه وولون اینجا حرف ربط هست و معناش یعنی که مهم نیست که، دقیقا اینه، مهم نیست که. وولون مهم نیست که، شی پوتونگ زاجی کلمه پوتون یعنی عادی معمولی، پوتونگ زاجی میشه یه مجله معمولی، مهم نیست که یه مجله معمولی باشه. 还是著名小说 کلمه 著名معنای معروف میده، 小说 هم که میشه رمان، میشه رمان معروف. میگه مهم نیست که یک مجله عادی باشه، 还是 یا یک رمان معروف. 只要
打开它们，就会发现世界上有那么多有意思的事情，有那么多不一样的生活. خب اینجا کلمه جیا در صورتی که این زیو هم به این جمله اول اینو میگه و بعد زیو میگه حالا اینطوری میشه. در صورتی که دا کای تامن، تامن آنها. ببینید این تا اشاره به شو داره، کتاب ها، اشیا هست. میگه دکای، دکای یعنی باز کردن، باز کردن چیزی. اینجا منظور باز کردن کتابه. میگه تا این کتاب ها رو باز میکنی زیو خواهی فاسین، خواهی فهمید که شیزی شان در داخل دنیا، در جهان دنیا وجود داره. نما دو این همه یویسی در شیچین، یعنی چیزهای جالب، این همه چیزهای جالب وجود داره. دوباره وجود داره. نما دو بویان شنخو، این همه زندگی های متفاوت بویان. حالا نفر بعدی در این قسمت رو که براش توضیح داد که چرا کتاب میخونه، میگه 想不到你工作那么忙还能每天坚持阅读. 想不到یعنی فکرشو نمیکردم، به فکرم نمیرسید که 你工作那么忙 که تو که اینقدر کارت مشغله داری، کارت شلوغه، همچنان بتونی هر روز بخونی. وقتی میگه 坚持阅读یعنی روی این خوندن استمرار داشته باشی، بتونی با پشت کار بخونی. در جواب میگه 如果3分钟读一书. کلمه یه یعنی صفحه و اینجا داره مثل یه حرف تعریف عمل میکنه برای شو. وقتی میگیم یه شو یعنی یک صفحه کتاب، ولی این معنای صفحه میده، صفحه کتاب و دفتر. اگه 3分钟میگه اگه 3 دقیقه دو بخونی یک صفحه، یعنی یک صفحه کتاب رو تو 3 دقیقه بخونی، 半个小时就可以读10页. 半个小时 یعنی نیم ساعت، نیم ساعت میتونی، این داره نتیجه گیری میکنه، 就可以در نتیجه میتونی 读10页 یعنی 10 صفحه بخونی. میگه اگه یه صفحه رو 3 دقیقه طول بکشه، نیم ساعت میتونی 10 صفحه بخونی. 每天花半个小时来读书. 花که گفتم توی قسمت قبل یعنی سپری کردن. میگه هر روز نیم ساعت چیکار کنی؟ سپری کنی، هزینه کنی، صرف کنی برای زمان. لی یعنی برای دوشو، برای این مطالعه کتاب خوندن. هر روز اگه نیم ساعت این کارو بکنی، 一个月就可以读300页. میگه 1 ماه که بگذره، در عرض 1 ماه میتونی 300 صفحه بخونی. 差不多就是一本书了. 差不多یعنی تقریبا، 就是یعنی هست، داره با تاکید میگه 一本书了 تقریبا هست یک کتاب. قسمت بعدی اینجا میگه 是啊 داره اینو تایید میکنه، میگه آره 一个真正爱看书的人总能找出时间来阅读. میگه آره یه آدمه، این از ای تا رن با همه. 一个人 یعنی یک فرد، 真正 شه واقعی، 爱看书 یعنی عاشق کتاب خوندن. یه آدمی که به طور واقعی یا واقعا عاشق کتاب خوندن باشه، زون همیشه نن میتونه، زون نن همیشه میتونه. 找出时间. 找出یعنی پیدا کردن، 时间هم میشه زمان. 找出时间پیدا کردن زمان. یه آدمی که واقعا عاشق کتاب خوندن باشه همیشه میتونه تایم پیدا کنه، زمان بجوره پیدا کنه برای خوندن. و نهایتاً جمله آخر این قسمت 坚持阅读除了能增加知识外，میگه اینکه استمرار داشته باشی توی خوندن
除了و این وی هم که با همه، یعنی به غیر از این که میتونی. زنجیا جیش کلمه زنجیا معنای افزایش دادن داره یا زیادتر کردن و اینجا جیشه هم که معنای دانش میده. میگه علاوه بر این، یا میتونی بگیم به غیر از این که میتونه دانش رو افزایش بده، هاینن همچنین میتونه بانجو یعنی کمک کنه به من که چی؟ جنچین یعلی. جنچین یعنی کاهش دادن، یعلی هم که میشه فشار. میتونه به من کمک کنه که فشار رو کاهش بدم، استرس رو کاهش بدم. فشار منظورش استرس زندگیه. 人也会变得轻松起来 یعنی انسان اینطوری چی میشه؟ بیند تغییر میکنه. 轻松 یعنی سبک شدن، راحت شدن. اینجا کلمه تیلای داره کامل بودن این رو میرسونه. میگه آدم اینطوری، یعنی اتفاقی که رقم بخوره بهش کمک میکنه که فشار از روش کم بشه، کاهش پیدا کنه و اینطوری آدم میاد و آسوده خاطر میشه. یعنی اون فشاره از روش برداشته میشه و آدم ریلکس میشه، یعنی از لحاظ ذهنی دیگه استرس نداره، آرومه. خب مطالب این ویدیو تا اینجا به پایان رسید. امیدوارم که همه چیز رو خوب یاد گرفته باشید، کلمات جدیدش رو، نکاتش رو و کلماتی که داشت. سعی میکنم هر درسی رو توی چند تا ویدیو، توی حالا 3 تا ویدیو قرار بدم که تایم های ویدیوها خیلی طولانی نشه که خسته بشید و کل مطالب رو هم بتونیم کار کنیم و بررسی کنیم.